خداوند به فرشتگان شعور داد، شهوت نه. به حیوانها شهوت داد، شعور نه. اما به انسانها هر دو را داد. انسانی که شعورش بالای شهوتش غلبه میکند از فرشته دیده بالاتر است و انسانی که شهوتش بالای شعورش غلبه میکند از حیوان دیده بدتر است. و این خاطر میگه که شعوری که به شهوت حاکمی کرد چونین آدم خدا را خادمی کرد. و اگر شهوت شود حاکم شعورت، نبینی راحتی آن زیری گورد. امروزها بیشتر شکایت دختران غریب این است که میگویند رفت و در این غریبی های که کارمون به یگان مرد افتاد، در حال به حالت شهوانی یعنی که زنا دعوت میکنند. از خدا بترسید. میگن نفس بد را هر کی سیرش میکند در گناه کردن دلیرش میکند. نفس بد را در گناه یاری مده، عمر برباد از تبهکاری مده. ای مسلمان، نفس شیطان میزند از ره تو را تا به اندازد اندر چه تو را. وعده خداوندی است که زیناکار مردم در دنیا و آخرت خوار و ذلیل میگن.